این همه کسم بود فرستان من بود شب تا صبح با سرم میشد مامان خوبم ستار جان چرا تو اینطوری کردی با مامانه عزیزم تو اگه تو دم در میانی نمون اینجا آی قربون اون دل و مادران برسم عزیزم عزیزم آقا ستار نه در خودونت بگم هم مهربونیت بگم یا خود زبونیت بگم یا شما که گریه میکردی از خودونت بگم ماما سفرشن متکات بودم مامان چه شبا گریه اذیت میشم آقایون هم سپس قدم رنجی بفرمایید کنار مزار برای خودمون برای امواتمون برای اهل این قبرستان طلب مغفرت کنید که انشالله خدا همه ما رو بیامرزد و مورد مغفرت قرار بدهد خانم‌ها اگر فاتحه تلاوت فرمایید